سلام دوستان، برای نصب تلگرام در SLGOS ما نیاز به فایل نصبی تلگرام که در اینجا مشاهده میکنید داریم. برای دانلود فایل نصبی تلگرام میتونید از سایت خود تلگرام یعنی telegram.me استفاده بکنید. میتونید از قسمت تلگرام فور PC و زدن گزینه Show All Platforms مطابق با سیستم عامل خودتون نصب کنید. مال من چون 64 بیتی هستش 64 بیتی رو دانلود میکنم که از قبل دانلود کردم. حالا ترمینال رو باز میکنم، میرم به دسکتاپ فایل، جایی که فایل من وجود داره و با دستور -xf فایلم رو اکسترکت میکنم. ببینید که پوشه تلگرام اکسترکت شد. حالا یه ls میگیرم و cd میکنم تو تلگرام و با این دستور تلگرام رو اجرا میکنم. این رو هم حذف میکنم، دیگه نیازی بهش نداریم. میتونید با زدن استار مسیجینگ، زدن شماره و دریافت کد از تلگرام استفاده کنید. اگه تلگرام رو در پلنگ خودتون پین کنید دیگه نیازی نیست که همیشه ترمینال رو باز کنید و از پوشه اجراش کنید. میتونید از اینجا هم اجراش بکنید. موفق باشید.